میدونستی 6 نفر با تزریق داروهای لاغری مثل مونجارو، ملیتاید، اوزمپیک و اسپارتینا دچار آسیب شدید مغزی و حتی مرگ شدن؟ آره درست شنیدی. توی سیستماتیک ریویویی که توی ژورنال اوبسیتی تو سال 2026 انجام شده، 6 نفر کیس ریپورت داشتیم که دچار آنسفالوپاتی ورنیکه شدن تو مصرف این داروها که یه آسیب شدید مغزی و یه اورژانسه که اگه دیر به دادش برسیم این افراد دچار مرگ میشن حتی. حالا داستان چیه؟ ببین، با مصرف این داروها شما یک کاهش وزن شدید و یهویی داری و خیلی از عوارض این داروها مثل استفراغ‌های مکرر، بی‌اشتهایی‌های شدید و این کمبود مواد غذایی تو مدت زمان طولانی باعث میشه که ذخایر تیامین بدن ما که فقط برای چند هفته کافیان تموم بشن و تیامین هم که تموم بشه یا کم بشه میتونه باعث آسیب مغزی بشه. نشانه‌هایی که نباید نادیدشون بگیری عدم تعادل تو راه رفتن، حرکات غیرعادی چشم‌ها و گیجی و کاهش سطح هوشیاریه که اگه این نشانه‌ها رو دیدی حتما باید سریع به اورژانس مراجعه کنی. ولی این به این معنا نیستش که این داروها رو نباید استفاده کرد. این داروها یه معجزه تو کاهش وزنن و اگر درست مصرف بشن میتونن خیلی هم مفید باشن براتون و از یه سری بیماری‌ها پیشگیری کنن. فقط در صورت تهوع طولانی مدت کاهش اشتهای شدید نیازه که با پزشک در صورت مصرف تیامین و لزومش مشورت کنی. این ویدیو رو برای کسی که آمپول لاغری میزنه بفرست چون حتما به دردش میخوره.